برای پدر و مادران یک لحظه هم باشد میخواهیم که بگوییم بزرگی پدر و مادر را تا جوانان درک کرده باشند. برای مادرای شیرین، برای آچه جانای شیرین میگم که سلام مادر، با نام تو این کلام مادر، بر شیری تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دلم سلام مادر. تو رنج کشیده روز و شبها، بوسیدم مرا زیر و لبها، با مهری بزرگ و با طلبها، خوردی خمی ما مدام مادر. ای مادر مهربان و دلبند، من از تو هزار بار خرسند. هست آتش مهر بحری فرزند، اندر دل هر کدام مادر. با مهری تو رفته کامیابم، یک ذره زیاد رو نتابم. گر من دل خلق خود نیابم، هر یک نفسم حرام مادر، هر یک نفسم حرام مادر. در حقیقت بزرگ است مادر، بزرگ است پدر. زیرا مادرای عزیز یک لحظه بود، لحظه طفلی بهروز جان و دلازبانو و یاد میاریم انا همان لحظه های طفلیه که از زمان پاک مادرای عزیز انا من دو گلی سری سبد به دنیا آمدن. یادآور میشوه مردم. لحظه ای بود بهروز جان به دنیا آمدن، آرزوهای نیکی مادر آغاز گردید، شیرینی زندگی برای مادر آغاز گردید و هرچی میخواست و میکرد برای فرزند میکرد، برای بهروز جان میکرد. و یا دلازبانو به دنیا آمد و مادری عزیز الکی آرزوهایش را، تمنیاتهای نیکش را برای دلازبانو میکرد. و آن دوره ها امروزها که ما برای طفلمون کلیبیل داریم و دیگر داریم، اون لحظه ها نبودن. اون لحظه ها گهواره باباگی بود و سر گهواره پرناز جگربند انمین دو تن مادر می نشستن تنها با خدای یک و یگانه. الله‌گویان طفل را می خوابانیدند، با یک دست گهواره فرزند را می جنباندند و با دست دیگر دنیای او را تکان می دادند. چه خوش بود لحظه های طفلی که انمین آچجانای شیرین سری گهواره می نشستند و سرود شیرینی الله را زمزمه می کردند. الله‌گویان طفل را می خواباندند و آرزو می کردند از خدای مهربان، طلب می کردند از خدای مهربان و ارمانهای خیش را می گفتند با خدای یک و یگانه و طفل را می خوابانیدند تا طفلم بزرگ بگردد، تا طفلم مکتب خوان شود، تا طفلم دانشجو شود، تا طفلم صاحب عزت و احترام، صاحب کار، صاحب تخت، صاحب بخت شود. انا همان آرزوها، انا همان ارمانها، انا همان لحظه های شیرینی که برای مادر بود سر گهواره شما نشستن. امروز خداوند مهربان برای دو تن مادر، دو تن پدر انا همین لحظه را تحفه ساخت. با ریزیاگی خداوند امروز شما یک جفتی با هم مناسب گردیدید. مبارکتان باشد مادرای عزیز، مبارکتان باشد. برای بزرگی مادر میگم که مادرها، من از نام هر دو جگربند شما همچون فرزند میگویم که شیری پاکت، شیری پاکت جسم و جانم مادرم، شیری پاکت جسم و جانم مادرم، غمگسار و مهربانم مادرم، بدعایت بیمدارم مادرم، مادر جان خاکی پایت میشوم.
ای کسی شب زنده دارم مادرم، ای امید و افتخارم مادرم، بی دعایت ناتوانم مادرم، مادر جان خاکی پایت می شوم. من دم پیری عصایت می شوم، دستگیر و جان فدایت می شوم. باز می گویم بسد مهر و وفا، مادری جان خاکی پایت می شوم. دوست دارید مادری خود را به جان، چون که باشد زینت هر خاندان. به نشان بوده داد بر ما نشان، مادر جان خاکی پایت می شوم. ای هوس هم آرمانم مادرم، ای ستونی خاندانم مادرم، به دعایت ناتوانم مادرم، مادر جان خاکی پایت می شوم. من خاکی پای تمام مادران میشم. سری تعظیم من فرود میارم پیش تمام مادرها و میگویم که از ثروت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز بر پیش پای مادر. من یک نفس نباشم به یاد ذات قدش، از سر سپردگانم جان من فدای مادر. جان من فدای انمی آچه جانای شیرین. و دوستان عزیز، برای چراغ خاندان گفتیم اگر ما شب تا روز تا شام برای مادر پدر سخن گوییم کمی در کم است. و برای پدران بزرگوار میگم که یک مرد خدا روبرویم پدر است، یک مرد خدا روبرویم پدر است، اقبال نکاب و آبرویم پدر است. در حقیقت عزت و آبرو و احترام ما و شما این سیاهی چشم پدران هستند که یک هفته‌های نیک برای ما و شما می‌دهند و زندگی ما و شما اطراقین است. بگم که هر کی به یاد پدر یک لحظه باشد غافل است، هر کی با یاد پدر باشد مرادش حاصل است. حیف فرزندی که می نالد به هر جا از پدر، آن مرگ فرزندی که در کار پدر ناقابل است. یک دعای خیر ده پدر هر دو فرزند را، به دعای خیر تو خوشبخت بودن مشکل است. در حقیقت به دعای پدر و مادر زندگی ما و شما معنای ندارد. یک دعای نیک پدرای بزرگ